خاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده های ماجرای جنجال و درگیری های رائفی پور با یه سری از سلبریتی ها رو برای شما افشا بکنیم که این چند روزه اینقدر دعوا بین سلبریتی های رائفی پور بالا گرفته که کم مونده به هم دیگه فحش خارمادر بدن. یعنی یه بلبشویی شده تو این فضای مجازی که البته در این ویدیو امروز سری فایل صوتی هم از آقای رائفی پور که در خصوص سلبریتی ها افشاگری کرده رو برای شما منتشر میکنن و البته این فایل صوتی اثبات میکنه که آقای رائفی پور فن برنامه پشت پرده است. یعنی دقیقاً صحبت‌ها و حرفایی که ما در ویدیوهای گذشته در خصوص سلبریتی ها افشاگری کردیم یک به یک بدون اینکه یه دونه ور رو جا بندازه، به قول آلمانی‌ها اینس و اینس، یعنی کلمه به کلمه حرفای منو رفته رو کاغذ نوشته و همونا رو غرغره کرده و گفته. یعنی بدون پس و پیش. حالا جلوتر وقتی این فایل صوتی رو برای شما پخش بکنم و اگر شما بیننده های پراپاگورس برنامه پشت پرده باشید یا ویدیوهای قبلی ما در خصوص افشاگری سلبریتی ها رو دیده باشید، متوجه خواهید شد که بله این صحبت ها کاملا یک به یک کپی شده و این فایل صوتی هم تقریبا مال 24 ساعت پیش هستش که ایشون سخنرانی کرده و راجع به سلبریتی ها صحبت کرده، قشنگ شسته گذاشتتشون کنار، که البته من که دیگه نمیتونم نسبت به این فایل صوتی زاویه داشته باشم چون دقیقاً حرفای من اومده گفته. چون خیلی اومدن گفتن که آقا راجع پشت پرده های رائفی پور بگو. بله آره راجع پشت پرده‌اش صحبت می‌کنیم، اما موضوع اصلی این ویدیو این دعوا و جنجال و درگیری های سلبریتی ها با ایشون هستش که گفتم دیگه انقدر دعوا بالا گرفته کلا فضای مجازی هر بازیگری رو که می‌بینید داره برای رائفی پور استوری میذاره و گفتم دیگه یه فحش خارمادر فقط این وسط کمه که توضیح هم میدم که اصلا ماجرا از کجا شروع شد. آیا رائفی پوری که متولد 8 اردیبهشت 1363 هستن، ایشون نظریه پردازن و راجع به ادیان و شیطان پرستی و نمیدونم آخرالزمان و مهدویت و اینها در طول این چند سال گذشته زیاد سخنرانی کردن. و از اون طرف خبرگزاری ایسنا چند سال پیش بهشون لقب نوستراداموس زنده رو بهشون دادن. این هم در حال خودش جالب هستش و آقای رائفی پوری که کارشناسی حسابداری داره. اما دعوا از کجا شروع شد و از کجا بالا گرفت؟ از اون جایی که من یکی 2 سال هستش دارم راجع به سلبریتی ها و بازیگرها افشاگری میکنم و بالاخره بازیگرهای خانوم تونستن این شجاعت رو داشته باشن و بیان جنبشی رو راه بندازن به اسم میتو که توی این جنبش اول از چند نفر شروع شد، بعد رسید به 300 نفر، بعد رسید به 800 نفر و اومدن عنوان کردن که در سینمای ایران بهشون تعرض شده و فساد جنسی وجود داره و یک بیانیه رو امضا کردن و تمام حرفهای من رو یک به یک تایید کردن. این در حالی هستش که بزرگترین انتقادی که به من در رسانه پشت پرده میشد این بودش که چرا اسامی افراد رو میاری و میگی که این افراد فساد کردن و اینا، که بعد از این جنبش میتو خود بازیگرا دارن راجع به بقیه بازیگرا صحبت میکنن. یعنی میگن فرهاد اصلانی ما رو دستمالی کرده، نمیدونم آقای سعید پورصمیمی ما رو دستمالی کرده، دیگه خودشون دارن اسامی این افراد رو میگن. دیگه فکر نمیکنم این قضیه به من ارتباط داشته باشه. که البته آقای رائفی پور هم در این فایل صوتی که براتون منتشر خواهم کرد یه تیکه هم اشاره میکنه که خود بازیگرها میان و این اطلاعات رو در اختیار یه سری از افرادی که خارج از کشور هستن و راجع به بازیگرا افشاگری میکنن، که فقط تنها کسی که خارج از کشور راجع به بازیگرا اصطلاحاً افشاگری میکنه میگه این کوک زد و این فلان کرده. منم بریم یه تیکه از فایل صوتی رو بشنویم. امروز یه فایل صوتی طولانی برای شما داریم و براتون از ابتدا توضیح میدم که اصلا این دعوای بین سلبریتی ها و آقای رائفی پور از کجا شروع شد و اصلا کیا دارن با هم دیگه دعوا میکنن تو این فضای مجازی. بریم فایل صوتی رو ببینیم. اونایی که تجاوز کردن همکارای شما، اونایی که لو هم دادن همکارای شما. ما که لو ندادیم، که ما اومدیم گفتیم
اونایی هم که به خارجی‌ها پیام میدن بازم همکارای شما میدونید. جلسات خصوصیتون و پارتی‌ها رو لو میدن کی کوکائین کشیده، کی چیکار کرده، کی با کی بوده، کی با کی نبوده. اونم باز همکارای شما. با این همه سابقه درخشان طلب هم دارید؟ ولی عجیبه. یه دقیقه به هم تجاوز نکنید ببینیم چه خبره. چه وضعیه؟ یه دقیقه هورموناتون رو کنترل کنید تا اینجا هورمونا ولی چه خبره؟ بله تو این فایل صوتی دیگه عملا ایشون غیر مستقیم ما رو مورد اشاره قرار داده. اما دعوا از کجا شروع شد؟ از اون جنبشی که یه سری از بازیگرها اومدن علیه همدیگه بیانیه صادر کردن و آقای رائفی پور اومد یه دونه توییت منتشر کرد. تو توییتش گفته بود که با توجه به آمار بالای تجاوز و تعرض جنسی در سینما و افشاگری‌های روزانه این جماعت دوزاری علیه هم به نظر میاد اگر کسانی که بهشون تجاوز نشده اعلام کنند کاربردی‌تر هشتگ میتو، که البته یه عده اعتقاد داشتن که این توییت فتوشاپ هستش و آقای رائفی پور همچین حرفی رو نزده بگه این جماعت دوزاری و این صحبت‌ها، برای اینکه بهتون اثبات بکنم که این حرف کاملا درسته و از سمت ایشون بوده. من فایل صوتی های رائفی پور رو برای شما منتشر میکنم در این ویدیو که نه تنها این افراد رو بهشون میگه آقا جان من اونایی که بهشون تجاوز نشده بیان اعلام بکنن، اینا رو میگه دوزاری هم نیستن، از دوزاری هم کمترن. بریم فایل صوتی رو بشنویم. اینکه ما افشاگری‌های شنیدیم از برخی از سینماگران خانوم که متاسفانه در طول این سالها مورد تعرض قرار گرفته بودن. خب این خیلی ناراحت کننده بود. بعد یه خبر دیگه اومد که یه آقایی نمیدونم دانشگاه نمیدونم هنر بوده کجا بوده به 50 خانم تعرض کرده. باز یه خبر دیگه اومد، یعنی ما میخوابیدیم بیدار میشدیم یا میگفتن 300 نفر اعلامیه دادن که در مقابله با تعرض و تجاوز. باز میخوابیدیم بیدار میشدیم شدن 800 تا. من یه جمله گفتم اینجوری نمیشین چه وضعشه و ته این ماجرا مشخص نمیشد. یعنی چی؟ 2 نفر ادعا میکردن، یکی میگفت بهش تعرض صورت گرفته، اون یکی میگفت نه داره دروغ میگه. بالاخره یکی اینا داره راست میگه دیگه. خب بیاد به جای اینکه هر روز منتظر باشیم 300 نفر 800 نفر 5000 نفر 2000 نفر اونایی که بهشون تعرض نشده بیان خواهشاً اعلام کنن که ما بدونیم بقیه بهشون تعرض شده. این چه وضعشه؟ بعد تو همین شبکه‌های اجتماعی صبح تا شب اینا بعد استوری بخونن، پست بخونن، این به اون تجاوز کرد، اون به اون بابا یه دقیقه به هم تجاوز نکنید ببینیم مملکت چه خبره. بی خود اخبار آب و هوا هم بتونیم چک کنیم، آمار قیمت دلار هم بگیریم. من واقعا میگم و این جماعتی که اینقدر ساده همچین مسائل بگیرن دوزار هم نمیارزن خدا شاهده. حیف دوزاری. بله این فایل صوتی دقیقاً نشون میده که گفتم اول این ویدیو هم که ایشون فن برنامه پشت پرده است و تمام صحبتایی که ما قبلا کرده بودیم یک به یک داره تکرار میکنه. حتی من یک جمله معروف دارم در ویدیوهای خودم که اگر دیده باشید توی ویدیوهای قبلی همیشه گفتم کارهایی که این بازیگرا میکنن تو جم تیوی قفله. یعنی این تکه کلام من هستش. بریم ببینیم این فایل صوتی های رائفی پور چی گفت. شما مردم مثل شماها نیستن. مردم خانواده براشون مهمه. به خدا الان ما نگاه میکنیم نمیفهمیم. آخرین سریال که داری میبینی خب این زن فلان، نه بابا 6 ماه پیش طلاق گرفت الان زن اون یکیه. سریالای جم قفل پیش کاری که شما میکنی. باید برن قاز بچرونن بیشین مراحلش اصلا قفله هنوز. این چه وضعشه؟ بله این جمله معروف تو جم تیوی قفلم که دیگه قطعا دستتون اومده که ماجرا از چه قرار هستش. اما این توییت، این صحبت های رائفی پور و این حرف و حدیث ها تو فضای مجازی بالا گرفت. البته نکته‌ای که وجود داره این هستش که چون سلبریتی ها میدونن من چه سند و مدرکایی ازشون دارم و چه فایل‌های صوتی و ویدیوهایی ازشون دارم، عموما وقتی من افشاگری میکنم میبندن دهنه رو و میرن برای خودشون، چون میدونن که اگر من قفلی بزنم روشون به اینجا ختم نمیشه یا به فیلم سوپرشون ختم میشه. همیشه گفتم آدم بشین دنبال بازیتون و سکوت. اما اینا آقای رائفی پور گوشه رینگ گیر آوردن و این توییت ایشون رو اومدن پرچم کردن و شروع کردن در استوریا خودشون، در پستای خودشون، در جاهای مختلف
علیه ایشون صحبت کردن که البته من اینجا میرم پشت آقای رائفی پور و ازش حمایت میکنم، چون من میدونم در سینما ایران فساد وجود داره و یک سری افرادی که اومدن و راجع به آقای رائفی پور صحبت کردن، البته در این قسمت و در این موضوع نه موضوعات دیگه، میدونم باید طرف حق بود و حق همون چیزی هستش که یه سری از این افرادی که در سینمای ایران فساد کردن و حق یه آدم‌های دیگه ای رو خوردن، اونا باید افشا بشن. برای چی؟ یه شخصی رفته خوابیده زیر یه تهیه کننده به یه شخص دیگه داده و یه شخص دیگه که نخواسته این فساد رو انجام بده، این دوتا باید توی یه گروه قرار بگیرن؟ نمیشه که. حالا چند روز دیگه من صحبت میکنم مثلا راجع به جنبش میتو که یه سری افراد من تا امضای خودشون رو پس گرفتم. مثلا آقای رامبد جوان اومده و یه دونه استوری گذاشته، ببینید سلبریتی مملکت، گفته آقای علی اکبر رائفی پور، ما توقع فرض داریم که آدم‌ها ادب و احترام و خانواده دوستی رو سر سفره پدر و مادرشون یاد میگیرن. حالا که والدین شما رنج این تربیت رو برای شما تحمل نکردن، ما جامعه هنری مخصوصا اهالی سینما این زحمت رو به جون میخریم. دیدید دیگه، یعنی دقیقاً میرن پشت سنگر جامعه هنری و اهالی سینما، یعنی هر زمانی که میخوان جواب یکی رو بدن خودشون رو میندازن تو جامعه هنری. بفهمید آقا به جامعه بگید که کدوم یک از جامعه هنری ما ببینیم چند نفر شما راجبشون جمع شدید و از قول اونا دارید صحبت می‌کنید که همه اونا تو لیست افشاگری منم قرار بگم که دفعه دیگه نیام پشت شما. و گفته که کفایت میکنه دوباره در مورد خانواده محترم سینما اینطوری اظهار نظر کنید تا به نحو مقتضی تربیتتون کنیم. یعنی گفته که اگر یه بار دیگه همچین بی‌احترامی‌هایی بکنی از دیده ایشون، ما جامعه هنری شما رو تربیت میکنیم. یعنی ببینید انگار چاله میدونه، یعنی انگار مثلا یه فضاییه که اگه یه کسی بیاد از یه شخص دیگه انتقاد بکنه دیگه نگم براتون. البته آقای رائفی پور هم همچین ساکت هم نشسته، ایشون هم جواب رامبد جوان رو داد و توی توییت خودش این گونه نوشت. ببینید آقای رامبد جوان، پدرم در ارتش 8 سال برای دفاع از دین و ناموس و وطن جنگید و به ما آموخت برای این ارزش ها باید جان داد. گفت پسرم مبادا برای از ایران گفتن از بیت المال صدها میلیون بگیری اما فرزندت را در کانادا به دنیا بیاری. گفت پسرم کافر باش اما منافق نباش. هشتگ سلبریتی های 2000 که اشاره میکنه رامبد جوانی، شمایی که برنامه خندوانه رو اجرا میکنی و میگی که سلام ایران، ایرانی، خوشحالم ایرانم، خوشحالم در وطنم، میمالی. یعنی بعضی وقتا مالوندن اینا دیگه از خایمالی گذشته، میذارن تو دهنشون مثل آب نبات میخورن. و عملا اومد گفتش که آقای رامبد جوان کم به مال ولی همیشه به مال. البته آقای رائفی پور یه جمله ای رو گفتن در این فایل صوتی که فکر کنم ایشون بیشتر از بقیه منو درک کردن. اونم این هستش که من دارم 3-4 سال مبارزه میکنم با سلبریتی هایی که بت شده بودن، بین مردم شناخته شده بودن به عنوان یک آدم خوب و پاک، اما در ظاهر خوب ولی در باطن هزار کاره و آدم های متظاهر، و شروع کردم راجع به سلبریتی ها صحبت کردم، از خواننده بگیر تا فوتبالیست تا بازیگر تا امثال اون. خب طبیعتاً وقتی که راجع به سلبریتی ها صحبت میکنی اینها فن دارن، هر کدومشون یعنی طرفدار دارن. من توی این چند ساله راجع به 500-600 تا سلبریتی ها صحبت کردم، هر کدومشون 10,000 تا فن داشته باشن. من بالفعل 600-700 هزار تا هیتر دارم، به قول اون سلبریتی 2000 هیتر دارم. و البته آقای رائفی پور هم به این جمله اشاره میکنه که شما اگر با سلبریتی ها مبارزه بکنی طبیعتاً از محبوبیت کاسته میشه. منم حرف ایشون رو دوباره میگم یه بار بذار کاسته بشه، همین که من حرف درست رو بزنم، حرف واقعی رو بزنم و حقیقت رو به مردم بگم، ولی اینکه از یک جماعت حالا سلبریتی پرست بخوام فوش بشنوم مهم نیست برام. بشنویم این فایل صوت. تا حالا شما کجا دیدید من با سلبریتی ها درگیر بشم؟ فقط جایی که ببینم اینا دارن این کشور و این امنیتش رو میخوان زیر سوال ببرن.
اینجا من کوتاه نمیام. اینقدر میفهمم که یه کسی جلو سلبریتی ها وایسته یعنی چی؟ یعنی مثلا زد و خورد، یعنی کاهش محبوبیت. مردشور اون محبوبیت رو بیاره که بخواد از توش خیانت به وطن باشه. بله اینم قسمت دیگه از فایل صوتی های رائفی پور بود. البته در کنار رامبد جوان افراد دیگه همچون محسن تنابنده، مهراب قاسمخانی، حمید فرخ نژاد، سید جواد هاشمی، خانم فقیه سلطانی، الهام پاونژاد و خیلی از سلبریتی های دیگه نسبت به این توییت های رائفی پور که گفت بود سلبریتی های دوزاری و خواهشاً اونایی که اگه بهشون تجاوز نشده بیان بگن واکنش نشون دادن. البته آقای رائفی پور ایدئولوژی و یه تفکر خاص خودش رو داره. راست هم میگه شماها خودتون عامل فساد بودید. بریم یه تیکه دیگه از این فایل صوتی آقای رائفی پور هم بشنویم که یه جواب کلی به سلبریتی هست. ببینید الان از نگاه مردم اینه که بسیاری از مردان سینما لابا تجاوزکارن دیگه. طرف میاد 300 نفر بیانیه میدن، میخوان 800 نفر میذارن امضا جمع میکنن. یا راست یا دروغ. من در مورد مجلس هم همینو گفتم. وزیر کشور ما، یکی از وزرامون دولت قبل، اومد تو مجلس گفت از من 500 میلیونم چقدر رشوه خواستن من ندادم، برای همین منو دارن استیضاح میکنن. یا وزیر داره دروغ میگه یا اون نماینده ها. تو نگاه مردم ما الان 2 تا متهم داریم، میگن هر دوتاشون دزدن، هر دوتاشون دروغگوان. چی میشه؟ قبح اینا شکسته میشه. میگه خب اینجا که 300 نفر گفتن مورد تعرض قرار، خب اینجا یه 800 تا هم اینجا، اصلا هیچ دیگه چیزی هم نیستش. یه وضعی شده. من دیدم این خانم پارسا، ریحانه پارسا هم اونم اومده می تو، منم همچنین نوشته چند وقت پیش که آره یه کارگردانی بوده هر دفعه این میرفته خونهشون تعرض میاد. خب عزیز بزرگوار، شما دفعه قبل میرفتی نمیفهمیدی تعرض داره صورت میگیره، هر دفعه میرفتی هی میفهمیدی مثلا یعنی چی؟ یعنی برخلاف رضایت تو بوده یا حرفه با وجود رضایت تو بوده یعنی یه وضعی شده همینجوری بگیم بابا جامعه رو به گند کشیدید. بله خدا رحمت بکنه ناصر عبداللهی رو که یه فیلم از ایشون دیدم میگفتش که به سلبریتی ها به اندازه قد و قواره‌شون احترام بذارید. وقتی به سلبریتی ها بیش از حد احترام میذاری خب و از اون طرف یه انتقاد بهشون میکنی، حس میکنن چاله میدونه، مثل این رامبد جوان و امثال هم که تا دیروز همشون به من بی احترامی میکردن، همشون به من فوش میدادن، همشون مصاحبه میکردن، همشون پست میذاشتن، همشون استوری میذاشتن، میگفتن افشاگری امین فرین در خصوص سلبریتی ها دروغ، فساد وجود نداره، نامه زدن حتی قوه قضاییه. حالا وقتی 800 تا از بازیگرهای خانوم راجع به فساد تو سینما ایران صحبت کردن زیپ دهنو بستن. عجب جمله قشنگی ناصر عبداللهی گفت در خصوص سلبریتی ها. بریم خوب به هنرمندا فقط قد و قواره‌شون، به اندازه قد و قواره‌شون حرمت و احترام بذارید. مبادا تحویل گرفتن زیادی شما از هنرمندان ما یه چیزی بسازه که الکی واسه خودتون قمپوز در کنن. میدونید چرا من انقدر قفلی میزنم روی سری از این سلبریتی ها؟ چون واقعا بعضیاشون دوزاری هستن، یعنی سیاست های دوگانه دارن. قبلا هم گفتم که وقتی آقای فرج الله سلحشور اومدن راجع به فساد تو سینمای ایران صحبت کردن، همین خانم ترانه علی دوستی که پرچم مبارزه با فساد رو تو دستش گرفته و علم کرده، خودش منتقد شماره 1 آقای فرج الله سلحشور بود و گفتش که آقای فرج الله سلحشور دروغ میگه. 5-6 تا از بازیگرا اومدن مصاحبه کردن و گفتن فرج الله سلحشور دروغ میگه، فساد تو سینمای ایران نیست. حتی کار کشید به دادگاه و شکایت کشید که آی تو سینمای ایران پاکی کسی نداده. ولی همینا اومدن میگن جنبش میتو وجود داره. 25 سال پیش نمیدونم به من اون یکی میگفت منو مالوندن، اون یکی میگفت 20 سال پیش منو مالوندن و از اینو صحبت. فقط یه قلمشو برای شما مثال میزنم. خانم زهرا امیر ابراهیمی که اومد توی مصاحبه خودش عنوان کرد که من نامزد کرده بودم، با رضایت خودم از خودم فیلم سوپر گرفتم و فیلم رو ذخیره کردم تو کامپیوترم و یه شخص دیگه، یعنی نفر سوم که آقای مجید بهرامی باشه و همکار من توی
سینما و تلویزیون بود اومد این فایل فیلم سوپر رو از کامپیوتر من دزدید و عامل انتشار این فایل بود. بعد همون سلبریتی های خانوم و آقا مثل الهام پاونژ، مثل رضا کیانیان و یک سری از این افراد اومدن توی مراسم، چون این آقای مجید بهرامی کارمای روزگار گرفته، چند سال بعدش سرطان گرفت، حتی اومد آلمان درمان بکنه، درمان نشد، سرطان فکر کنم خون گرفته بود اگه اشتباه نکنم و فوت کرد. تو مراسم نمیدونم 40م ایشون همین سلبریتی ها میگفتن که ما با ایشون زندگی ها کردیم، ایشون اسوه پاکی هستن، ایشون اسوه مقاومت هستن، ایشون اسوه مردونگی هستن. همون شخصی که فیلم همکار خودشون زهرا امیرابراهیمی فیلم سوپرش رو پخش کرده بود. گزارشش رو ندیدید مراسم 40مش رو؟ مگه میشه؟ بریم ببینیم گزارش این زهرا امیرابراهیمی رو، که بریم ببینیم گزارش این مراسم فوت مجید بهرامی، کسی که عامل انتشار فیلم سوپر زهرا امیرابراهیمی یکی از بازیگرای سینمای ایران بود. نگاه کنید. من یک کودک تئاترم. نامم مجید بهرامی است. این نامه مجید بهرامی بود که توسط رضا کیانیان برای حاضران خوانده میشد. این نامه برای کسانی بود که قدم به قدم مجید را در درمان بیماریش همراهی می‌کنند. نمایشنامه‌خوانی 2 دلقک و نصفی با کارگردانی مسعود کیمیایی در تئاتر شهر برای کمک به درمان مجید اجرا شد. حالا گوش کنید. مجلس ختم گرفتن برای همین آدم، همین که فیلم اون بنده خدا رو برد پخش کرد و اون جنایت عظیم رو رقم زد. مجلس ختم گرفتن. چی شد تو مجلس ختم؟ تو تالار وحدت یکیشون اومد گفت ایشان نماد شور و نشاط و اشتیاق بود. فکر کنم هنرمند احتیاجی به این کمک ها رو نداره، خودش بلده به خودش کمک کنه، برای اینکه خیلی قلدر زندگی کرده. این ما هستیم که بهش احتیاج داریم، به این کمک احتیاج داریم. همین که فیلم مردم برده بود پخش کرده، فیلم خصوصی نداره. یکی دیگه شون اومد گفت ایشان، اسم دیگه نمیبرم کی اومده گفتن، سلبریتی های معروف، بازیگرا، کارگردانا، اینا، ایشان نماد مقاومت در مقابل سرطان بود. یکی دیگه شما گفت ما مجموعه ای از خاطرات پر از عشق از ایشان در دل داریم. یکی دیگه شون اومد روی سن براش اشک ریخت. اون یکی همون روی سن براش تئاتر اجرا کردن به یاد مرحوم مغفور فیلم لو در نردنده. خب یکی دیگه براش یادداشت نوشت و تو یادداشتش نوشته بود چشمان معصومش همیشه به من میگفت. به یاد موندنی، هرچند کوتاه ولی به یاد موندنی داشت. ولی اعتقاد دارم که مهمترین نقش زندگیشو دور از چشم ما در این نزدیک به 2 سال بازی کرد. نقش مقاومت و اون خنده به یاد موندنیش که هنوزم رو صورتش. مجید جدای از جسمش که سخت‌ترین کارا رو توی تئاتر کرده و همه دیدن و میدونن که اینطوریه، چه تلاشی کرده، مجید روح بزرگی داره و همه رو در اختیار ما قرار داده. مجید روانش رو به ما بخشیده و خیلی بی‌انصافیه که اگر نتونیم ازش حمایت. بله، این مراسم توی تالار وحدت برگزار شده بود و سلبریتی ها ببینید چه صحبته میکنن، ملت زنده کش مرده پرست به قول امیر تتلو، و این شده ماجرای سلبریتی ها. حالا اینکه یه سریاشون دستشون رو شده و جالبه که وقتی این جنبش میتو را افتاد، تمام مردهای سینمای ایران وقتی اسامیشون آورده شد سکوت کردن، هیچ کدوم نیومدن صحبت بکنن که به ما تعرض شده، الا آقای سعید پورصمیمی که ایشون فقط اومدن گفتن که این صحبت‌ها چرت و پرت بوده. بقیه مردهای سینما ایران همشون، مثلا اون کوشکی، نمیدونم شوهر قبلی ریحانه پارسا و خیلی های دیگه شون، همه ساکت شدن و سکوت کردن، چون این یک قلم از کالایی بوده که لو رفته بوده. همه اینا رو من 3-4 سال توی رسانه پشت پرده راجبشون صحبت کرده بودم. حالا آقای رایفپور چون تو ایرانه، آوردنشون گوشه رینگ و دارن میگن که ایشون داره دروغ میگه
بله این همه فیلم و عکس من ازتون پخش کردم، ما هم داریم دروغ میگیم. بله. امیدوارم که موفق باشید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید و اگر حال کردید برای دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید. ممنونم.